ایران رسما تا چند قدمی ساخت بمب اتمی رفته، ولی چرا هیچ کس هنوز مطمئن نیستش ازش؟ از غنیسازی 60% تا سایت‌های هسته‌ای مخفی قرار وارد یه پرونده داغ بشیم. بمب اتم واقعا داره به ایران نزدیک میشه یا فقط یه بازی سیاسی هستش؟ پرونده هسته‌ای ایران یکی از پرابهام‌ترین و جنجالی‌ترین موضوعات قرن 21 هستش. از سالها پیش غرب میگه ایران دنبال ساخت بمب اتمه، ولی ایران همیشه این ادعا رو رد کرده. با این حال گزارش‌های جدید درباره غنیسازی 60% دوباره همه نگاه‌ها رو به تهران دوخته. سوال کلیدی که همه میپرسن اینه: واقعاً ایران به آستانه سلاح هسته‌ای رسیده یا نه؟ برای ساخت بمب اتم نیاز به اورانیوم غنی شده بالای 90% هستش. اما وقتی کشوری بتونه تا 60% پیش بره، یعنی عملاً فقط یه جهش فنی دیگه تا بمب اتم فاصله داره. ایران این سطح از غنیسازی رو علنی انجام داده و میگه اهداف صلح‌آمیز داره. ولی واقعیت اینه که فناوری غنیسازی یک بار که بومی بشه، دیگه توقفش کاملاً سخت میشه. ماجرای هسته‌ای ایران از سال 2002 و افشای سایت نتنز و عراق شروع شد. از اون زمان تا الان غرب بارها ایران رو متهم کرده که برنامه‌ای موازی برای ساخت بمب اتم داره، اما ایران میگه اگه دنبال بمب اتم بود تا حالا ساخته بودش. به جای ادعا بریم ببینیم شواهد دارن چی میگن. ساخت بمب اتم فقط به غنیسازی نیستش، نیاز به طراحی کلاهک، آزمایش و راکتورهای مخصوص هم هست و اینا چیزاییه که تا الان هیچ مدرک قطعی درباره‌شون توی ایران پیدا نشده. آژانس‌ها بارها از ایران خواستن درباره سایت‌های مشهور مثل تورغوزآباد توضیح بده، اما پاسخ ایران همیشه این بوده: همه چی تحت نظارت آژانسه. نکته مهمتر اینه که ایران عضو معاهده NPT یا همون عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای هستش، یعنی از نظر حقوقی نمیتونه به سمت ساخت بمب اتم بره بدون اینکه رسما خارج بشه. اما کره شمالی هم همین مسیر رو رفت. سالها عضو بود، بعد یه شب اعلام خروج کرد. آیا ایران هم ممکنه یه روز از این معاهده خارج بشه؟ هیچ کس نمیدونه. از طرفی اسرائیل بارها گفته اگه حس کنه ایران به بمب اتم نزدیکه، خودش وارد عمل میشه. در سالهای اخیر چند دانشمند هسته‌ای ایران توسط اسرائیل ترور شدن و حملات سایبری مثل استاکسنت اتفاق افتاده. همه اینا نشونه اینه که غرب نگران برنامه اتمی ایران هستش، ولی ایران هم بیکار نبوده. سایت فوردو رو در عمق کوه ساخته تا از حمله هوایی در امان بمونه. در داخل ایران هم دیدگاه‌ها متفاوتن. بعضیا معتقدن داشتن بمب اتم قدرت بازدارندگی میاره و مثل سپر دفاعی عمل میکنه. بعضی دیگه هم میگن با داشتن بمب اتم تحریم‌ها شدیدتر میشن و ایران منزوی‌تر میشه. اما اگه نگاه کنیم به کشورهای مثل هند و پاکستان، میبینیم ساخت بمب اتم الزاما منجر به جنگ نشده. یه نکته دیگه هم هست: فتوای رهبری ایران علیه سلاح هسته‌ای. سالهاست مقامات ایرانی میگن طبق این فتوا تولید بمب اتم حرامه، اما منتقدان میگن فتوا قابل تغییر یا تفسیر متفاوتیه، مخصوصا تو شرایط جنگی یا تهدید امنیتی. این یعنی نمیشه فقط با استناد به فتوا خطر ساخت بمب اتم رو منتفی دونست. غرب اما یه مشکل دیگه هم داره: دوگانگی رفتارش. اسرائیل بمب اتم داره ولی عضو NPT نیست. پاکستان با بمب اتم تحریم نمیشه، ولی ایران برای 60% غنیسازیش تحریم فلج کننده‌ای میگیره. همین تناقض باعث میشه خیلیا بگن فشار به ایران نه برای جلوگیری از ساخت بمب اتمه، بلکه برای حفظ برتری منطقه‌ای هستش. الان ایران به نقطه‌ای رسیده که بهش میگن آستانه هسته‌ای، یعنی کشوری که توانایی ساخت بمب اتم رو داره ولی هنوز تصمیم سیاسی برای ساختش نگرفته. این وضعیت هم ترس ایجاد میکنه، هم قدرت چانه زنی، و شاید دقیقاً همین وضعیت بهترین حالت برای ایران باشه. جالبه بدونید طبق بعضی تحلیل‌ها ایران میتونه ظرف چند هفته اورانیوم 90% تولید کنه و اگه دانش طراحی کلاهک رو هم داشته باشه، ساخت بمب اتم فقط چند ماه طول میکشه. اما ایران فعلا روی این مرز باریک داره حرکت میکنه، نه جلو میره نه عقب، و این بازی با زمان برای غرب بسیار پرهزینه و فرسایشی شده. دلیل دیگه‌ای که ایران بمب اتم نساخته شاید اینه که نمیخواد رقابت تسهیلاتی در خاورمیانه به راه بندازه، چون اگه ایران بمب اتم بسازه احتمال زیاد عربستان، مصر یا حتی ترکیه هم وارد این بازی میشن.
اون موقع منطقه‌ای که همین حالا هم بی‌ثباته به یه زمینه بازی اتمی تبدیل میشه و این چیزی نیست که حتی خود ایران هم بخواد. اما سوال کلیدی اینه، آیا ایران فقط وانمود میکنه که به بمب اتم نزدیکه؟ چون همین شک میتونه دشمن رو عقب نگه داره. خیلی از کارشناسا معتقدن ایران داره از تاکتیک ابهام استفاده میکنه، نه تایید نه تکذیب، فقط نگه داشتن همه در حالت ترس و عدم اطمینان. تو این بین آمریکا و اسرائیل بارها تمرین حمله به سایت‌های هسته‌ای ایران رو انجام دادن، ولی هزینه چنین حمله بسیار بالاست، هم انسانی هم سیاسی، و ایران هم گفته در صورت حمله پاسخ منطقه‌ای سنگینی میده. پس این بازی تبدیل شده به جنگ اعصاب. همزمان ایران روی ساخت موشک‌هایی با دقت‌های بالا هم تمرکز کرده. از شاب گرفته تا فجر و خرمشهر همگی میتونن حامل کلاهک باشن و این یعنی اگه ایران تصمیم بگیره بمب اتم بسازه، ابزار حملش رو هم داره. ترکیب بمب و موشک یعنی ورود رسمی به باشگاه هسته‌ای. تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی سال‌هاست که جلوی رشد ایران رو گرفته، اما ایران هم کم نیاورده. توی فناوری هسته‌ای حسابی پیشرفت کرده، پیشرفت‌هایی که همیشه محل بحث و جنجال بودن. طبق گزارش‌های رسمی ایران میگه برنامه هسته‌ایش کاملا صلح‌آمیزه، ولی خب ذخایر اورانیوم غنی شده و بعضی فناوری‌های خاص باعث شده کشورهای دیگه حسابی نگران بشن. نکته حساسش اینجاست که بعضی از این تکنولوژی‌ها میتونن اگه یه روز هدفشون تغییر کنه توی مسیر ساخت سلاح هسته‌ای قرار بگیرن. ایران همیشه گفته دنبال سلاح هسته‌ای نیست، فقط میخواد انرژی تولید کنه. ولی راستش رو بخوای خیلی هنوز مطمئن نیستن و مدام دارن فعالیتاشو زیر ذره‌بین میبرن. داشتن این سطح از تکنولوژی توی لحظات حساس یه برگ برنده محسوب میشه. آیا ایران الان بمب اتم داره؟ معلوم نیست، ولی یه چیز قطعی وجود داره. ایران به فناوری‌های هسته‌ای پیشرفته نزدیک شده و اینکه چطور ازشون استفاده کنه به شرایط سیاسی و معادلات جهانی بستگی داره. اما فعلا هیچ نشونه‌ای از آزمایش هسته‌ای یا ساخت بمب اتم به صورت رسمی دیده نشده. برخلاف کره شمالی، ایران مسیر مخفی‌تر و محتاط‌تری رو انتخاب کرده و این یعنی هنوز فرصت برای مذاکره، توافق یا حتی عقب نشینی وجود داره، ولی پنجره این فرصت روز به روز داره بسته‌تر میشه. توی این ویدیو دیدیم که شاید ایران به بمب اتم نزدیک شده باشه، اما چیزی که ساختش رو تعیین میکنه نه فقط تکنولوژیه بلکه تصمیم سیاسی هستش. آیا اون تصمیم گرفته شده یا هنوز تو مرحله چانه زنیه؟ کسی دقیقی نمیدونه و همین خطرناکترین بخش ماجرا هستش. اگه ایران بمب اتم بسازه، منطقه و حتی جهان وارد مرحله جدیدی از تنش‌ها میشن و اگه نسازه همچنان در سایه تهدید باقی میمونه. خلاصه که بین این دو سناریو آینده‌ای تاریکی شاید کاملا متفاوت در انتظارمونه. فقط یه جرقه کافیه تا همه چیز عوض بشه. حالا نوبت توئه. تو چطور فکر میکنی راجبش؟ فکر میکنی ایران باید بمب اتم داشته باشه یا نه؟ نظرتو همین پایین برام بنویس، چون قراره در قسمت بعدی وارد دنیای سلاحایی بشیم که ایران داره به جهان میفروشه.